حديث نمبر 12. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: اقرأوا القرآن، شما قرآن عظیم شان قرائت و تلاوت کنید. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یقینا که قرآن عظیم شان در روز قیامت شفاعت کننده برای اصحابش میآید. از این حدیث شریف ما درس میگیریم که تلاوت کردن قرآن عظیم شان رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرده. پس اینجا بالای هر مسلمان یک واجبه هست که قرآن عظیم شان تلاوت بکنه. و منفعت از چی هست؟ منفعت تلاوت و قرائت قرآنی هست که وقتی یک انسان قرآن تلاوت میکنه، بازی در روز قیامت برای کسایی که قرآن تلاوت میکنن و درباره از فکر میکنن، قرآن عظیم شان بر از اونا شفاعت میکنه. پس این منفعتش هست که اگر انسان در حالت سخت هم باشه، باز کسایی که قرآن تلاوت میکنن قرآن بر از اونا شفاعت میکنه. شما اطفال عزیز همیشه کوشش بکنید که قرآن یاد بگیرین و تلاوت بکنین. و السلام علیکم و رحمت الله.